سلام، من رکسانام و میخوام توی این ویدیو از چالش‌ها یا نکاتی که شما به عنوان یک مادر در مسیر مهاجرتتون باهاش مواجه میشین بهتون بگم و به خصوص از تجربه خودم در مورد انگلیس و لندن. و دلیل اینکه این ویدیو رو ضبط میکنم اینه که به نظرم دونستن این نکات خصوصا باز به عنوان یک خانواده و یک مادر مهمتر از دونستن 10 جای دیدنی و جذاب لندن و چیزی که میتونه روی تصمیم شما برای مهاجرت تاثیرگذار باشه. پیشنهاد میکنم در هر مقطعی که هستین ببینین این ویدیو رو. اگر مجردین به نظرم در درجه اول قدر زمانتون رو میدونین که چقدر زمان برای خودتون دارید و شاید ازش باخبر نیستین. اگر متأهلین و بچه ندارین پیشنهاد میکنم ببینین، به خاطر اینکه باز متوجه میشین چقدر مسیر برای شما میتونه آسان‌تر از یک خانواده با بچه باشه و بتونین تصمیم درستری از نظر زمان مهاجرت بگیرین. چون میدونم خیلی ها فکر میکنن که برم مثلا تو کشور مد نظرم بچه داشتم اینجا بچه دار بشم بعد برم و همه این مسائل. خوبه که پس نسبت به اینا آگاه باشین. اگرم بچه دارین که و میخواین مثلا در 1 سال 2 سال آینده مهاجرت کنین با بچه، یه دونه یا چند تا، پس این ویدیو هدف اصلیش برای شماست. بذارین اینجا شروع کنم که توی ذهن خودم من این پروسه مهاجرت با بچه رو به 3 تا تیکه در واقع تقسیم کردم. پروسه قبل از اومدن، پروسه ابتدای رسیدن به کشور مقصد و پروسه کلن تحصیل با بچه. این 3 تا حوزه چیزی که باید ازش با خبر باشین. قلم خودکار بیارین، کاغذ خودکار بیارین و سعی میکنم که زیر 1 ساعت این ویدیو رو ببندم. خب قبلا راجع به این حرف زدیم که شما کشور مقصدتون رو انتخاب کردین، آنالیزاتون رو کردین و میدونین که خب به هر حال از نظر آموزشی، زندگی، اقتصادی، اجتماعی و خیلی مسائل به هر حال این جایی که انتخاب کردین مقصدتونه و میخواین برین اونجا. حالا چه نکاتی رو باهاش مواجه هستین؟ پیش از اومدن نکته که در خصوص بچه ها وجود داره اینه که اول از همه هر کار درمانی که دارین رو و سر راهتون بوده و هی عقب انداختین رو، چه برای خودتون چه برای بچه انجامش بدین. به خاطر اینکه اینجا از نظر سیستم درمانی خیلی پروسه های کند و ضعیفی میتونم بگم دارن، از نظر دارو گرفتن، از نظر ویزیت دکتر یا هر چالشی که تو مسئله درمانی خواهین داشت. پس اگر قراره چکاپ بدین، آزمایش خون بدین، اگر قراره بچه چکاپ بشه، واکسن بزنه و همه این مسائل، تا جایی ممکن سعی کنین قبل از اومدنتون این کارا رو انجام بدین. اگه فرزندتون داروی خاصی مصرف میکنه حتما اون دارو رو برای حداقل 3 ماه یا طولانی تر اگر ممکنه همراه با نسخه پزشک بگیرین، به خاطر اینکه میگم گرفتن دارو اینجا اصلا کار آسونی نیست. اگر مکملی میخوره حتی با خودتون تهیه بکنین. موقعی که من الان دارم این ویدیو رو ضبط میکنم دختر من حدودا 1 سال و نیمشه و من میدونستم که قراره تا پایان 2 سالگی مثلا ویتامین بخوره، آهن بخوره یا هر چیزی. من همه اونها رو تهیه کردم به اندازه مصرف 2 سال، به خاطر اینکه یعنی تا 2 سالگی، به خاطر اینکه نمیتونستم پیش بینی کنم که وقتی میام اینجا چی هست و چی نیست و شما از هر چیزی برای خودتون اگر بزنین برای بچه‌تون نمیزنین. پس سعی کنین اون چیزایی که حیاتیه برای سلامتش مثل دارو، مثل مکمل، براش تهیه کنین و بیارین. یه نکته رو هم همین اول بگم، من این ویدیویی که دارم میگم مخاطبم یک مخاطب عامه که نه خیلی پول داره و نه خیلی بی پوله، یه سطح متوسطیه که وقتی میاد اینجا قرار منطقی و حساب شده عمل کنه. اگر شما خیلی پول دارین و وقتی میان اینجا همه چیز به راحتی و به وفور براتون در دسترس، خرید هر چیزی، حالا جلوتر بگم باز بهتر متوجه میشین، اوکی شاید خیلی از این مطالبی که من میگم برای شما کاربردی نباشه. اما اگر شما از سطح متوسطی میایین و لازمه که مدیریت کنین منابع مالیتون رو، پس این نکاتی که من میخوام بهتون بگم
حتما به دردتون میخوره. و یه نکته هم که هست اینه که باز خیلی وقتا خیلی چیزا وابسته به منابع مالی شما نیست. مثلا شما دکتر میخواین برین، اینجا طول میکشه، ممکنه 3 هفته بعد به شما وقت بدن، 4 هفته بعد وقت بدن. پس چه پول داشته باشین چه نداشته باشین یه سری چیزا عقب میفته. پس مثلا اگه بچه شما اینجا سرما بخوره تا شما بخواید وقت از دکتر بگیرین، اونقدر ممکنه طول بکشه که اون سرماخوردگی بدتر شه یا اصلا خوب شه. پس داشتن مثلا دارویی مثل اسامینوفن ضروریه داشتنش با شما. پس اولین نکته اینه که شما چکابا رو انجام بدین، دارو هر چی که لازمه با نسخه پزشک با خودتون بیارین. نکته بعدی که باز به نظر من خیلی مهمه مسائل بهداشتیه، مثل شامپو، مثل کرم، مثل لوسیون، مثل پوشک و همه این مسائل. طبیعتا اینا چیزای سنگینیه، شما نمیتونین خیلی زیاد با خودتون بیارین، ولی من پیشنهادم اینه که به اندازه مصرف 3 ماه حداقل پیش خودتون داشته باشین، چون میگم هیچ چیزی در ابتدای مهاجرت قابل پیش بینی نیست که شما میتونین به راحتی دسترسی داشته باشین یا نه. و اینو باید در نظر بگیرین، همین شکلیش مهاجرت برای هر بچه‌ای در هر سنی یه جور شوک به حساب میاد. وقتی که اون چیزایی که بهش عادت داره رو هم شما تغییر میدین، دچار شوک دیگه میشه. مثلا همیشه از شیر خشک برند فلان میخوره، الان میخواد شیر خشکش عوض شه. پوشک مارک اینو میبنده، میخواد مارک اینو عوض کنه. قطره آهن مثلا برند ایکس رو میخوره، الان میخواد ایگرگ رو بخوره. همه این تغییرها میتونه توی حال و هواش تاثیر بذاره. پس من رویکرد خودم این بود که تا جای ممکن سعی کنم اون روتین به هر حال زندگیش رو تا جای ممکن به هم نزنم، به غیر از تغییر این حالا مکان. پس از نظر بهداشتی و اینجور موارد هم یه سری چیزا رو با خودم آوردم. یه نکته هم همینجا بگم راجع به شیر خشک و پوشک، اگر در واقع شامل حال بچه شما میشه، قطعا شما نمیتونید تعداد زیادی بیارین، ولی از نظر من حداقل برای 2 هفته رو کاور بکنین، چون باز شما روزهای اولی که میرسین اینجا خیلی شرایط غیر استیبلی دارین و دیگه حالا پیدا کردن داروخونه و خرید اینجور چیزا میتونه یه باری رو دوش شما بذاره. پس حداقل برای 2 هفته این چیزا رو با خودتون داشته باشین. نکته دیگه در مورد واکسن، برای کسایی که بچه‌ای که واکسن در واقع باید بزنن، خب اینجا سیستم واکسنش با ایران متفاوته، ولی اولین کاری که باید شما بکنین اینه که کلا رزومه واکسن بچه‌تون رو ترجمه کنین. توی انیستیتو پاستور میرین و اونو ترجمه میکنین با خودتون میارین و حالا باز با دکتر بچه‌تون باید این مشاوره رو داشته باشین که کجا چه واکسنی بزنه، چطوره، چی امنه. به هر حال اینجا میتونین واکسن ها رو ادامه بدین، قطعا رسیدگی میکنن ولی زمانش ممکنه بالا پایین بشه. بنابراین اگه واکسن ها رو تو ایران زده باشین به نظر من بهتره. تنها نکته مهم ترجمه پیشینه واکسن هاست. یه نکته خیلی مهم راجع به بچه ها بحث سرگرم کردنشونه. اونم اینه که شما اگر دانشجوی ترم سپتامبر باشین یا ژانویه، در هر حال شما تو فصل سرد سال دارین میان انگلیس و اینجا اونقدر بارونه و اونقدر باده که شما بچه رو نمیتونین پارک ببرین در این فصل حداقل. پس یه تایمی رو بیشتر داخل خونه خواهین داشت و میدونین که وقتی بچه ها مریض میشن خیلی آدم دغدغه ذهنی پیدا میکنه، ترجیح میده خودش مریض شه ولی بچهش مریض نشه. بنابراین شما قراره تایم های زیادی رو تو خونه باشین، چه شما چه همسرتون و یا هر کسی که قراره از اون بچه مراقبت بکنه. حالا اگه بچه تو سن مدرسه باشه یه بحث دیگه است، ولی تو زیر سن مدرسه تایم زیادی خونه هستین و اینجا چی به شما کمک میکنه؟ داشتن یک روتین درست قبل از اومدنتون. یعنی واقعا میتونم بگم یکی از بزرگترین مشکل ها برای شما نداشتن روتین درست یا عادت هاست. چند تا مثال شخصی میزنم شاید به شما کمک کنه. مثلا من نمیخوام که بچه من تا قبل از سن 2 سالگی هیچ گونه تلویزیون، اسکرین، موبایل، تبلت یا همچین چیزهایی ببینه. اگر بچه شما عادت کرده به تلویزیون دیدن، ممکنه بیاین اینجا و توی خونه‌ای برین که اصلا تلویزیون نداشته باشه، یا به هر حال اون چیزی که دائم بهش عادتش دادین، سرشو گرم کردین باهاش، اینجا وجود نداشته باشه. پس این تغییرها رو باید از قبل شما پیش بینی کنین. حالا منی که زمانی که ایران بودم بچه‌مو اصلا نمیذاشتم هیچ تلویزیونی ببینه، چجوری سرشو گرم میکردم؟ با بازی، با کتاب، با هر چیزی. بعد شما مواجه میشین با اینکه میخواین مهاجرت کنین، محدودیت بار دارین، نمیتونین همه عروسکاش و همه اسباب بازیاش و همه این چیزا رو بیارین. پس باید بشینین منطقی فکر کنین و آگاهانه تصمیم بگیرین که اگه چیو با خودتون بیارین بیشترین بازدهی رو داره. مثلا من ترجیح میدادم یک سری کتاب داستان‌های نازک بیارم که
تنوع داستان و کتاب خوندن رو باهاش داشته باشم. یا مثلا یه حالا مداد رنگی، مداد شمعی و امثال هم بیارم که بشه باهاش نقاشی کرد یا کارهای اینچنینی. اسباب بازی نیارین، اینجا به وفور هست میتونین پیدا کنین. کتاب انگلیسی نخرین، به خاطر اینکه قطعا توی این محیط بچه زبان خودشو یاد میگیره و حتی شاید شما باید تلاش کنین تا فارسیش یادش نره. پس به این فکر کنین که قرار ساعت‌های طولانی که اون بچه توی خونه است چجوری سرگرمش بکنین. و یکی از به نظر مهمترین چیزا به عنوان یک مادر دانشجو، خصوصا حالا پدر بحثش جداست، مادر دانشجو اینه که شما باید یه تایمی برای درس خوندن داشته باشین. و کی میتونین درس بخونین؟ وقتی که یا بیرون خونه یا داخل خونه بچه خوابه. معمولا بچه‌ها تو سن خیلی پایین همراه برای بازی میخوان، تنهایی بازی نمیکنن. حالا اگر شما بچه‌تون عادت به زود خوابیدن در شب نداده باشین، پوستتون کنده است، چون این بچه تا 9 شب، 10 شب، 11، 12 تا هر ساعتی بخواد بیداره، یعنی تا هر وقت که انرژیش تموم شه. نکته منفی اینه که دائم داخل خونه است و انرژیش تموم نمیشه، یعنی انرژیش مثل بچه‌ای که رفته پارک، رفته بیرون، خالی نمیشه، فول انرژی و خوابش نمیبره. پس شما حتما باید یه روتین درست داشته باشین. جلوتر اینو میگم، موقع مدیریت زمان برای درس خوندن شما باید بچه رو یک روتین خواب براش داشته باشین که بتونین خودتون درس بخونین. پس اگر این کارو تا حالا نکردین، مهم نیست، شروع کنین مثلا بچه رو عادت دادن به اینکه 8 شب بخوابه و اگه نتونین توی موفق شین، واقعا تو پرسه درس خوندن به چالش میخورین. از نظر لباس باز اینجا به وفور هر لباسی با قیمت‌های مناسب هست، میتونین برای بچه پیدا کنین، ولی باز من پیشنهادم اینه که حداقل برای 3 ماه آیندهش لباس مناسب داشته باشین. ببینین این که من میگم اینو بیارین به این معنی نیست که شما اینجا نمیتونین لباس بخرین. اصلا ممکنه لباسی که شما تو ایران میخرین مناسب اینجا نباشه، مثلا حجم بارونی که اینجا میاد تو ایران نمیاد. پس شما شاید منطقی نباشه که اونجا یه کاپشن خیلی خاص بگیرین، بهتره که اتفاقا از اینجا اون کاپشن یا لباس بیرونی رو بخرین. ولی چیزی مثل لباس خونه خیلی متفاوت نیست، پس میتونین تهیه بکنین. و باز تکرار میکنم همه اینا به این دلیلی که شما یک مدیریت مالی روی منابعتون داشته باشین که اون هزینه‌های سربارتون دیرتر شروع بشه، وگرنه در هر حال اینا هزینه‌ایه که شما باید در واقع خرجش بکنید. و یه نکته مهم دیگه باز پیش از اومدن، به نظر من بحث خواب بچه‌ها تو زمینه یه جای خوابشونه. یعنی اینکه اون بچه به یک بالشی، به یک بویی شاید عادت داره برای خواب، اینو با خودتون بیارین. اگه بالش خودشو داره، اگه ملافه‌ای، روبالشی، پتوی چیزی داره که عادت داره به خوابیدن، با اون بیارین، چون میگم باز مهاجرت شوکی هستش. اینا کل نکاتی بود که به نظرم پیش از مهاجرت باید در نظر بگیرین و خیلی نمیتونین بار بیارین دیگه. همین مواردی که گفتم در واقع فکر میکنم مهمترین چیزا هست. حالا نکته اصلی اینه که وقتی شما در واقع وارد اینجا میشین، بزرگترین چالشتون خونه است از نظر من، پیش از حالا شروع شدن دانشگاه یا هر چی، به عنوان یک خانواده بچه دار. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا ما خب چند مدل خونه داریم، به غیر از یه سری خونه ها که حالت آپارتمانی هستن، فلت بهشون گفته میشه، یه سری هاوسن یعنی خونه های شخصی هن، یه سری هم استودیو هستن. استودیو یعنی یک فضایی که اتاق نداره، یه فضای بزرگ، در واقع میشه گفت یه فضای بزرگ سویت مانندیه که آشپزخونه و سرویس بهداشتی و همه چی در یک فضاست. این مدل محل‌های زندگی که سویت بهشون میگیم از همه قیمتشون مناسب تره، اما به خانواده های بچه دار نمیدن. شما به عنوان یک خانواده بچه دار نمیتونید توی کمپس دانشگاه یا اون در واقع خوابگاه ها زندگی کنید. پس اگر کسایی میان که مجردن، هزینه هاشون از نصف هم شاید کمتر باشه نسبت به کسی که خانواده داره میاد. به عنوان یک مجرد شما میتونید تو خوابگاه دانشگاه زندگی کنین یا خونه اشتراکی بگیرین. به عنوان زوج هم حتی خیلی از دانشگاه‌ها خوابگاه‌هایی دارن برای زوج‌ها، یا یه سری مجموعه آپارتمان هایی رو دارن که برای زوج‌های دانشجوی، خونه‌های کوچیک، خونه‌های مناسبه، قیمت مناسب برای زوج‌ها. ولی وقتی شما با بچه میاین، در هر سنی فرق نداره، بچه 1 ساله یا 10 ساله، دیگه خیلی از خونه‌ها شما مناسبش نیستین. پس چالش خواهید داشت برای پیدا کردن خونه از نظر جاهایی که اصلا با شما همکاری میکنن. 1. 2 اینکه خیلی از خونه ها خود به خود برای شما مناسب نیست. شما وقتی که بچه دارین و قراره کالسکه بیرون ببرین، خونه بدون آسانسور طبقه دوم برای شما مناسب نیست، چون نمیتونین کالسکه رو هی پله ببرین بالا بیارین.
یعنی ناخودآگاه دوباره یه سری از خونه ها از لیست شما حذف میشن. مورد بعدی اینه که شما یک خارجی هستین و توی انگلیس سیستم اجاره خونه اینه که شما باید حتما یک رفرنسی یا یک کردیتی پشت سرتون باشه. یعنی باید یکی بیاد و تایید بکنه که آره این آدمه اینجا قرار زندگی کنه، مورد اعتماد، پول اجارهشو میده و بذارین اینجا زندگی کنه. شما وقتی میخواین خونه ها رو بگیرین با 2 تا چیز مواجه میشین. یا خیلی از صاحب های خونه از شما اجاره 6 ماه رو جلوتر میخوان، یا بعضا اجاره کل سال رو میخوان، یا اگر اجاره 6 ماه رو میخوان یه دیپازیتی یا یه پول اولیه‌ای که مثل رهن در ایران بشه گفت شاید، اونو از شما میخوان. پس اگر شما مثلا این فکر رو کردین که من میرم پول اجاره ماه اولم رو با خودم میبرم که بعد برم انگلیس مثلا کار کنم و از پولی که کار میکنم خونه بگیرم، اصلا همچین خبری نیست. شما حداقل باید اجاره 6 ماه زندگی توی جیبتون باشه وگرنه به مشکل میخورین. پس این یکی از چالش هاست. و چالش بعدی اینه که حتی اگر شما اجاره اون 6 ماه رو داشته باشین که بخواین بدین که قاعدتا باید داشته باشین، از شما رفرنس کاری میخوان. یعنی میگن که خب شما باید یک مثلا ترجمه چی میگن فیش حقوقی داشته باشین یا قرارداد کاری داشته باشین که بگین که من مثلا دارم کار میکنم، پس اینقدر حقوق هر ماه میاد به حسابم که میتونم این اجاره رو پرداخت کنم. یعنی میگم طبیعی هم هست ما هم شاید تو کشور خودمون اگر باشیم یه خارجی بخواد بیاد خونه از ما بگیره، ما بگیم که خب ما کجا به تو اطمینان کنیم که تو پولو به موقع به ما میدی. پس من میگم یه پرسه طبیعیه، ایرادی نمیگیرم، ولی خب خیلی سخته و شما اینجا به این لوپی میخورین چون تازه اومدین، یه هفته 2 هفته است اومدین، مثلا هنوز کار ندارین، بنابراین نمیتونین خونه بگیرین. از اون طرف برای اینکه کار کنین از شما محل اقامت دائم میخوان. یعنی یه پرسه چالشیه. و شما اینجا با چی مواجه میشین؟ با هزینه‌های بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردین. شما قراره اینجا برین خونه بگیرین، نمیشه. موقتا کجا ساکن میشین؟ هتل منطقی نیست طبیعتا به عنوان خانواده. شما میرین توی خونه‌های تحت عنوان ایر بی ام بی، یعنی جاهایی که تو ایران هم داریم، جاهایی که شما خونه رو موقت فول فرنیش اجاره میکنین بدون اینکه کردیتی بخواین ارائه بدین در واقع از نظر کاری یا هر چیزی، ولی هزینه‌های این خونه برای شما بیشتره. یعنی اگه شما در نظر گرفته باشین که برای یه خونه خودتون 2 نفر 3 نفر 4 نفر بخواین اجاره کنین بین 1500 تا 2000 پوند ممکنه ماهانه در نظر داشته باشین، این توی ایر بی ام بی باید کفش رو 2000 پوند حساب بکنین. پس هزینه‌هاتون یهو میره بالاتر و ممکنه که این پروسه چند ماه طول بکشه تا شما بتونین خونه بگیرین. پس اگه مثلا حساب میکردین که من میرم اونجا ماهی 1500 تا اجاره میدم، یهو ممکنه رو ماهی حداقل 2000 تا حساب کنی. همینجور خورد میره بالا و چیزای دیگه. پس از نظر خونه شما با یک بچه چالش خواهید داشت. و یه نکته خیلی مهم تو این پروسه به نظرم نزدیک بودن خونه و دانشگاه. یعنی چه به عنوان مادر چه به عنوان پدر شما همینجوریش تایم کمی تو خونه هستین برای رسیدگی به اون کارهای خونه و بچه. حالا اگه فاصله خونه‌تون با دانشگاه هم زیاد باشه کلی مسیر کلی یعنی زمانو تو راهین. خیلی هم میگن ما مثلا میریم سمت شرق لندن یا هر جای دیگه لندن که خونه اونجا ارزون تر باشه. بعد عملا میبینی که اوکی مثلا 200 پوند ارزون تره، 300 پوند ارزون تره، ولی در روز داره 3 ساعت از این آدم تایم میگیره که تو رفت و آمد و ترافیک بره و اون خستگی که میاره براش قابل مقایسه نیست. پس بهتر شما نزدیک دانشگاه باشی، خصوصا به عنوان مادر که بتونی زود برگردی خونه، انرژی داشته باشی به بقیه کارات برسی، به درست بچت و بقیه موارد. پس اینا نکاتیه که باید بهش توجه بکنید. من ببینم چی دیگه براتون نوشتم که بخوام بگم. ایر بی ام بی هم که گفتم، تو خونه بودن رو که گفتم. یه چیز دیگه هم که هزینه شما رو ممکنه زیاد کنه اینه که شما خونه هایی که میگیرین یا فول فرنیشتن یا پارت فرنیشتن. اگه پارت فرنیش باشن یعنی فقط اصلیا رو برای زندگی دارن، یعنی مثلا تو آشپزخونه گاز، لباسشویی، یخچال و مثلا ظرفشویی. حالا ظرفشویی نه همه جا. و توی خونه یه سرویس مبلمان و یه دونه تخت خواب. هیچ چیز دیگه ای ندارن. شما از ظرف خوراک و چه میدونم هر چیزی واسه خونه که فکر میکنین لازم دارین باید اینا رو خودتون تهیه بکنین. طبیعتا اینا
اجاره هاش کمتر این خونه هایی که پارت فرنیشن، ولی در عوض شما باید یه هزینه بکنید تا یه سری وسایل رو بخرید. پس اینو هم باز باید در نظر داشته باشین که شما چه خونه هایی پیش روتونه و چه هزینه های از این نظر هم قراره که بهتون اضافه بشه. و در نهایت حالا باز برگردیم به پرسه با بچه بودن، شما در هر منطقه‌ای که ساکن بشین یه پزشک عمومی تو اون منطقه هست که باید زیر نظرش رجیستر بشین و بچه رو اطلاعات پزشکی خودتون و بچه‌تون رو آپلود کنین و حالا اگه نیاز به واکسن یا هر به قولی پیگیری پزشکی داشته باشه از اون طریق پیش میبرین. ولی پیشنهاد من اینه که چه خودتون چه بچه‌تون هر دارویی و هر چیزی نیاز دارین حتما بنز 6 ماه حداقل بیارین، چون واقعا از نظر سیستم درمانی اینجا پروسه خواهین داشت. اینا به نظرم اولین نکته هاییه که شما باهاش مواجه میشین در بدو ورود به عنوان بچه. و بعد حالا یه مقدار که ذهنتون آروم شد از پیدا کردن کار، حالا چه همسرتون چه خودتون، چه پیدا کردن خونه و اینجور مسائل، اینا رو میذاریم کنار، وارد پرسه خود درس خوندن میشیم. یه چیزی که من اینجا فهمیدم اینه که بین دانشگاه ها خیلی تفاوت هست، بسته به رنگ دانشگاه، بسته به کلا سیستم آموزشی دانشگاه. خیلی ها اینجا میان ارشد دارن میخونن مثل آب خوردن، خیلی ها دارن ارشد میخونن پوستشون داره کنده میشه، به خاطر اینکه مدل دانشگاه ها فرق میکنه توی اساینمنت ها و اون اسسمنت ها. یعنی حجم تکلیفی که از شما میخوان، حجم مطالعه‌ای که از شما میخوان خیلی متفاوته. خصوصا باز به عنوان مادر با بچه شما خیلی تایم کمی خواهید داشت. پیشنهادهای من برای شما چیه؟ حالا زبان که این وسط خیلی نقش مهمی داره، حتما یه ویدیو جداگانه راجبش میگیرم، ولی پیشنهادی که من میکنم اینه که اول از همه باید یه چشم اندازی نسبت به کل تایمی که شما در روز دارین داشته باشین. پیدا کنین کجاها وقتتون داره پرت میره، کجاها میتونین استفاده کنین ولی حواستون بهش نیست. مثلا توی مسیرهای رفت آمد شما ممکنه در روز 1 ساعت 2 ساعت تو رفت آمد باشین، چجوری از این 1 ساعت 2 ساعت میتونین استفاده کنین؟ که یا بچه خوابه، که یا میتونه همسرتون بچه رو بیرون ببره، پارک ببره، یا هر فضایی که شما بتونین تایم برای خودتون داشته باشین. تایمی که تو دانشگاهین کجاها داره پرت میشه؟ مثلا اگر اینجا دانشگاه از 10 صبح شروع میشه، آیا میتونین 8 دانشگاه باشین 2 ساعت قبلش درس بخونین؟ آیا تایم نهارتون رو میتونین استفاده کنین؟ اگه یه روزای کلاستون زودتر تموم میشه، آیا بعدش رو میتونین استفاده بکنین؟ یعنی من به شخصه خیلی بالا پایین کردم روزهامو تا بفهمم که از کجا میتونم یه چیکه زمان پیدا کنم برای درس خوندن. و شاید الان شما توی ایران نشسته باشین اینو متوجه نشین، ولی وقتی بیاین میفهمین که چقدر مدیریت زمان مهمه. یا مسیر رو که گفتم، یا اینکه میگم بچه رو چجوری مدیریت کنین که بتونین زمان بخرین. منی که بچه‌م عادت دادم شب ساعت 8 بخوابه، اوکی از ساعت 8 تا 12 شب حداقل یه تایمی دارم برای درس خوندن. اگه این کار نکرده باشین واقعا به چالش میخورین. پس باید بگردین دنبال ریز ریز زمانهای پرتتون تا ازش استفاده کنین. و نکته بعدی، بفهمین که چه مدل درس خوندنی برای شما مناسبه. من به تجربه چیزی که حالا داشتم برای خوندن مطالب، مثلا خوندن مقاله یا خیلی چیزا توی لپتاپ خیلی زمان بره و پروسه رو برای شما سخت میکنه. یعنی شما توی اتوبوس یه موقع جا نیست بشینی، یه موقع گوشی نمیتونی بخونی، شلوغ، لپتاپ نمیتونی در بیاری. یعنی ما میگیم آقا بیا راهو استفاده کن، بعد میبینی تو گوشی و لپتاپ و همه تبلت و اینا نمیتونی واقعا. پس راهکارش اینه که پرینت بگیری، یا مثلا توی یه جایی هستی به خود میگی وای تا برم لپتاپ باز کنم فایل رو بیارم، اینترنت هست نیست، اونقدر پروسه تو ذهنت سخت و چالشی میشه که اصلا به خیالش میشی. بعد توی راه مثلا میشینی آهنگ گوش میدی ولی این جواب نمیده، برای درس خوندن اینجا اصلا جواب نمیده، مجبوری استفاده کنی. پس پیشنهادم اینه که مثلا پرینت بگیرین، اون مقاله ها رو توی راه بخونین و حتی کم کم بخونین. یعنی مثلا شما الان وسط ظهر بچت داره یه چرت میزنه، فقط 20 دقیقه وقت داری، باشه یه پاراگراف بخون، یا ابسترکت رو بخون، یه تیکه بخون و بذار
ذهنت وارد اون مسئله بشه. بعد شب که خوابید بقیه‌شو بخون، فردا صبح که داری میری دانشگاه بقیه‌شو بخون و چاره جز این نداری، چون هیچ کسی نیست که بچه‌تو برات نگه داره، هیچ چاره‌ای نیست. حالا اگه بچه‌ها تو سنیه که میتونه بره نرسری، میتونه بره هر جایی که ازش نگهداری میکنن، باز میتونی از این شرایط استفاده کنی. یعنی مثلا ممکنه که شما بری خیلی جاها مادر و کودک با همن، نمیتونی برگردی، ولی میتونی بچه‌ها رو بذاری توی اون به قولی پلیگراندی که دارن همه گروهی بازی میکنن و تو اون عقب بشینی، باز اون کاغذه دستت باشه، بشینی سریع تیکه بخونی، یه خروجی از توش در بیاری. یعنی واقعا میخوام بگم به همه آدمایی که بدون بچن و مجردن خصوصا، قدر زمانتون رو بدونین که با درس خوندن با بچه اصلا یه داستان دیگه است. پس ناچارین که این شکلی چه به لحاظ زمان چه به لحاظ متریالی که دارین باهاش درس میخونین مدیریت کنین. نکته دیگه هم باز که میتونه کمکتون کنه خیلی وقتا استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای فهمیدن مطالبه. باز من فکر می‌کنم یکی از چیزایی که اینجا شما مواجه میشین این که اونقدر گاهی وقتا خیلی مطالب سنگینه که شما تا بیاین بفهمین اون چی گفته زمانتون تموم شده. ناچارین که خیلی وقتا یه مطلبی رو بدین به یه هوش مصنوعی، بگین براتون ساده کنه. ببینید اصلا بحث من انجام چیز نیست، انجام کار تمرینتون نیست، پروژهتون نیست. خیلی وقتا اونقدر مقاله ها سنگینه شما وقت ندارین به عنوان یه مادر که مثلا یه دانشجو ممکنه بشینه توی خوابگاه 3 ساعت وقت بذاره یه مقاله رو با دل باز بخونه، سرچ کنه. چیزی که باید یاد بگیرین اینه که سریع بخونین و مفید و کاربردی. پس شما نمیتونین حداقل اونجوری درس بخونین که کلی زمان بذارین تا 100 دیپ بشین. باید از ابزارا کمک بگیرین تا بتونه کمکتون کنه که به قولی برین جلو تا کارهای بعدی رو انجام بدین. اینا نکاتی بود که واسه یه مادر به ذهنم رسید که باید بهتون بگم و فکر میکنم مهمترین چیز همین مدیریت زمانه. حالا شاید یه چیز خنده‌دار باشه ولی نمیدونم اگه قرار غذا درست کنین مثلا 2 وعده‌ای درست کنین، میگم شاید برای آدم مجرد خنده‌دار باشه. من میبینم اینجا مثلا بچه‌هایی که اینجا تو خوابگاه زندگی میکنن تمام ناهاراشون رو سلف دانشگاه میخورن، شاما رو از بیرون سفارش میدن یا غذاهای به هر حال آماده، اسنک، از اینجور چیزا میخورن و میگذرونن. هم هزینه‌ها پایین‌تره هم زمان براشون باز میشه. ولی شما نمیتونی به بچت فست فود بدی، نمیتونی از بیرون براش هر چیزی بخری، مجبوری آشپزی کنی، حتی حداقل شده واسه اون بچه‌ه. پس این زمانه رو باید بذاری، پس تلاش کن که مفید بذاری. اگر میتونی 2 وعده‌ای غذا بپزی بپز، بهتر از اینه که فست فود بگیری، بهتر از اینه که غذای به قولی نیمه آماده بگیری. این با چیزی که به نظر میرسه. البته چیزی که من شنیدم استفاده نکردم ولی اینی که شما وقتی اینجا اون اجتماعهای ایرانی رو پیدا بکنی، خیلی ها هستن اینجا از مثلا خانومایی که قدیمی اینجا هستن، منظورم اینه که رستوران نیست اونجایی که من دارم میگم، یه آدمی که تو خونه این کارو میکنه و یه کامیونیتی مثلا 50 نفره دورشه فقط داره به همونا سرویس میده. خیلی ها هستن که غذا میپزن میدن، خیلی ها هستن مثل چیزی که ما تو ایران داریم سبزی سرخ شده میدن، نمیدونم این چیزایی که ما تو غذاهای خودمون لایف استایل ما مورد نیازه آماده میکنن و میدن. خب تو میتونی حداقل اینا رو بخری اگر بودجهشو داشته باشی. حالا بودجهشو معمولا داریم چون اونقدر هزینه ها زیاد نیست، ولی میخوام بگم که بالاخره راهکار کمکی این شکلی هم پیدا میکنین، ولی وقتی اولش میرسین یهو همه اینها با هم یه چالش میشه و فقط شما باید مدیریت کنین، ببینین که از کی و کجا چجوری میتونین کمک بگیرین. نکته دیگه هم اینه که برای بچه‌های زیر 3 سال اینجا پروسه مهد کودک نیست و اگر باشه نه که نیست، رایگان نیست و هزینه‌هاش زیاده. بنابراین خیلی نمیشه روش حساب کرد به عنوان خانواده‌ای که اول راه خیلی هزینه‌های متفاوت دیگه داره. پس باز دونستن این نکات براتون مهمه که چجوری هندل کنین قضایا رو. و یه نکته هم که هست اینه که شما هیچ تایمی در آینده نخواهین داشت. یعنی یعنی اگه شما این چیزی که باید میخوندین و امروز خوندی، اگه نخوندی معلوم نیستش که بتونی هفته بعدم بخونی یا نه، چون تا هفته بعد کلی مطلب جدید میاد، کلی چیز جدید میاد. پس چیزی که شما اینجا یاد میگیرین خیلی بیشتر از ایران اینه که هیچ چیزی رو به فردا موکول نکن. واقعا کار امروز رو به فردا ننداز. اگه تونستی امروز بخونی خوندی، اگه نه ممکنه کلا نتونی بخونیش.
البته چیزم بگم، ببینید تمام این چیزایی که دارم میگم مال فشردگی سالیه که دارین درس میخونین. مثلا اگه مستر اقدام کرده باشین 1 سال این شکلی فشرده دارین، بعدا قطعا زمانتون خیلی بازتر میشه که بخواین حالا مثلا چیزایی که از دست دادین رو برگردین بهش بخونین، مطالعه با دل باز داشته باشین. ولی 1 سال شما باید جمعش بکنین. راجع به پی اچ دی هم نمیدونم، چون اصلا نمیدونم مدل درس خوندن آدما تو اون مقطع اینجا چه شکلیه، ولی حداقل برای ارشد 1 ساله چون خیلی فشرده است، شما باید در جدی ترین حالت خودتون باشین. همین، این کل نکاتی بود که برای یک مادر در واقع من نوشته بودم که باید در نظر بگیره. در کل اگه بخوام جمع بندی کنم اینه که از نظر کیفیت مواد غذایی نگران نباشین، همه چی اینجا هست. از نظر لباس، پوشش برای بچه، برای خودتون نگران نباشین، هست. بزرگترین چالش شما خونه خواهد بود در ابتدای مسیر و بعد از اون سیستم درمانی اصلا قابل اتکا نیست. یعنی حتما حتی ارتباطتون رو با پزشک فرزندتون تو ایران حفظ کنین، ببینین میتونین مشاوره آنلاین باهاش داشته باشین، ویزیت آنلاین میتونین داشته باشین و همه اینها، و خودتون رو برای 1 سال تحصیلی فشرده آماده بکنین که حتما همراهی همسر شما رو میطلبه، وگرنه واقعا نمیتونین دووم بیارین. و همین، امیدوارم که بتونین از پس این حجم تحصیلی بر بیاین و بعد از 1 سال به خودتون بگین که من از پسش بر اومدم. اگه سوالی داشتین یا نکته‌ای بود که من یادم رفته بهش اشاره کنم، برام کامنت کنین، کامنت بذارید و من جواب میدم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.